مجموعه که در خدمت اتباع عزیز هستند فرمودن به اطلاع نمازگزاران میرسانیم جلسه روز یکشنبه 10/1/1404 به اداره کمالشهر دستور دادند که برادرانی که بدون مدارک و هم برگه های سرشماری هستند احترامانه به اردوگاه خود را معرفی کنند برای بازگشت به کشور خود 1 ماه وقت دارند. یعنی گفتن که به تمام دوستایی که برگه سرشماری و یا اینکه مدارک ندارند 1 ماه وقت داده می شود که طلبی دارن یا رهن خانه و یا اساس خانه و هر چیزی که دارن جمع‌آوری کنن، هر چی که داشته باشن در زندگی خود می توانند برگردانند به کشور خود. در غیر این صورت گیلمند نباشید که برخورد قانونی با همه صورت میگیرد و شرمنده زن و بچه و کودک و اطفال شما نشیم. و همچنین پیامی بود با احترام حاجی عبدالرشید صمدی و همچنین اداره کمالشهر. مطلعی بود که دوستا به من دادن که خدمت شما عزیزا قرائت بکنم و 1 ماه گفتن وقت میدن. سلام دوستان، امروز دی 1404 اولین روزی عیدی سعید فطر از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اخطارنامه داده شد که برگاه سرشماری یا مهاجرین غیر قانونی محترمانه تا آخر برج 2 از کشور خارج شوند. ماشینی دارن، خونه دارن، لوازم خونه دارن، هر چی که دارن بردارن خارج شوند. در غیر اون صورت حق شکایت گله کردن را ندارند. با احترام 100% این کار را انجام بدین. با تشکر.